هیچ دانش آموز خنگی نیست. وقتی که مدرسه درس میدادم دانش آموزی بود میگفتن این خنگه، این هیچی نمیفهمه، این یه دونه چرخچینی از این بزرگا داشت. یه روز مدرسه که تعطیل شد من دنبالش پیاده راه افتادم ببینم که کجا میره. دیدم از مدرسه اومد این دوچرخه رو دستش گرفت، نیم ساعتی پیاده رفت تا رفت توی بازار سنتی، یه گونی بزرگ جوراب خرید، سوار دوچرخه‌اش کرد، برد جلوتر، یه بسته از این داد به این، یه بسته از اون داد به اون. بعد یکم دیگه جلوتر رفت دید یه انگشتر خیلی خوشگلی یه جا دارن میفروشن، انگشترا رو وایساد قیمت گرفت، انگشترا رو خرید. بعد رفت جلوتر به یکی دیگه فروخت. کشش گفتم بیا سلام سلام، چیکار داری می‌کنی؟ گفت اونجا رفتم جورابا رو عمده خریدم، دونه‌ای 5500 تومان. اینجا اومدم به اینا مغازه‌ها فروختم، دونه‌ای 5700 تومان، اینقدر سود کردم. بعد معلم‌ها فکر می‌کردن که بابا این اصلا تو باغ نیست، خنگه. نه، این داشت برنامه‌ریزی می‌کرد پول در بیاره. و امروز به جای اون دوچرخه چینی سمار بزرگ یه دونه لنکروز خیلی بزرگ داره. بیزینسمن بود. خنگ مایم که نتونستیم استعدادش رو پیدا کنیم. مهمترین کاری که هر پدر و مادر باید در حق فرزند خودش انجام بده استعدادیابی اونه. هر جای دنیا که هستی پیج منو فالو کن و کلمه استعدادیابی رو دایرکت ارسال کن. فرزند شما رو به صورت کاملا آنلاین استعدادیابی